раҳбарони ниҳоди мубориза бо коррупсия дар Тоҷикистон хабари дуздӣ ву аз худ кардани миллионҳо доллар аз вазорати дифоъро тасдиқ карданд. пуле ки бояд барои либосу хӯроку нигоҳубини сарбозон ва дигар ҳадафҳои ҷиҳати муҳофизати амнияти кишвар сарф мешуд. Ба гуфтаи мақомот бо мусоидати чанде аз раҳбарон ба ҷайби дигар кас рафтааст. радиои озодӣ ин мавзӯъро пайгирӣ кард ва ҳоло ҳамкорам Мирзонабӣ Холиқзод инҷо дар студия дар бари ман аст. дуруд бар шумо. хуб, аввал дар бораи ҷузъиёти ин парванда барои мо маълумот медодед. бале шаҳло, сухан дар бораи пули андакне 24 миллион сомонӣ ва бештар аз 2 миллион доллари амрикоӣ меравад. این پول کلان را از بودجه دولت برای غذا و لباس و سفرهای خدمتی سربازان و افسران و تعمیر قسم‌های فرسوده حربی و وزارت دادند، ولی آن برای هدفهای دیگر صرف شده است. ما بعد گرفتن این خبر از منابع خود سوالی را در نشست اجنتی مبارزه با کروپسیا که امروز در دوشنبه صورت گرفت دادیم. نصرالدین نظامزاده نماینده آژانسی در پاسخ به سوال ما گفت که در حقیقت در زیر ساختارهای وزارت مدافع سنجش مالیوی ادامه دارد و 19 میلیون سامانی مبلغ‌های از خود کرده را آشکار کرده. به قول نصرالدین نظامزاده برای این کار بر ضد سردار ریاست مالیه و بودجه وزارت مدافع و چند مقام دیگر پرونده جنایی باز شده است. و منبع‌های رادیو آزادی میگویند که در عموم 7 کارمند وزارت به از خود کردن پول دولت و اسرافکاری به مقدار مخصوصاً کلان متهم میشوند. حالا دقیق نیست که پول به کجا و به جای کی رفته است، ولی طبق گفته منابع آگاه این مبلغ بزرگ به واسطه یک شرکت ساختمانی تابع همین وزارت دفاع برای هدفهای دیگر خرج شده است. نصرالدین نظامزاده به خبرنگاران وعده داد که بعد انجام تفتیشات جزئیات آن را اعلان میکنند. خب ببینید، خرج میلیون ها سومانی دولت برای هدفهای شخصی از جمله در وزارت‌های تاجیکستان گپی نوکی نیست و در گذشته هم این گزارش‌ها بودند. اما سوء استفاده پولی که برای امنیت کشور روانه شده است چیز کاملا دیگر است، نه؟ بله شالا، درباره رواج گرفتن فساد و رشوه‌خواری در تاجیکستان که هر سال گزارش نشر می شود و خود مقامات هم هر سری چند وقت میگویند که این یا آن منصبدار برای به منفعت خصوصی استفاده بردن پول بودجه دستگیر شدند و یا جزا گرفتند. اما سوء استفاده پولی که برای سربازان و افسران و محافظت مرز و بوم کشور و آمادگی برای مقابله با هر دشمن احتمالی جدا شده است چیز دیگر است. مثلا از آن جهت جدی است که سربازان نوجوان تاجیک از تامین نامناسب در قسم‌های نظامی شکایت میکنند. یکی میگوید موزه درست ندارد و دیگری با پول پدر و مادرش لباس زمستانی نظامی میخرد. یک سبب سرپیچی از خدمت در صف ارتش را نیز همین شرایط نامناسب خدمت میدانند و بعد میفهمیم که مقامات هم بچه‌ها را از راه کوچه با زور داشته به صف نیروهای مسلح سفربر میکنند که اون هم با نام ابله و سر زبان مردم. بله، و در این باره ما بارها هم گزارش دادیم و در وبسایت رادیو آزادی است که بیننده ما میتواند به اونجا برود و این گزارش رو پیدا کند. تشکر. یادآور میشوم که همکارم میرزانبی خالقزاد بود که درباره پرونده دزدی میلیون ها سامانی از بودجه وزارت دفاع تاجیکستان صحبت میکرد.